قصه بسیار زیبا. حضرت سلیمان علیه السلام و پیرمرد در کوه هیزم جمع می کرد و در بازار می فروخت تا ضروریت خیش را رفع کند. یک روز حضرت سلیمان علیه السلام پیرمرد را در حالت جمع آوری هیزم دید. دلش برایش بسیار سوخت. تصمیم گرفت حالت زندگی پیرمرد را تغییر دهد. یک نگین قیمتی را برای پیرمرد داد که بفروشد تا در زندگیش بهبود آید. پیرمرد از حضرت سلیمان علیه السلام تشکری کرد و به سوی خانه روان شد و نگین قیمتی را به همسرش نشان داد. همسرش بسیار خوشحال شد و نگین را در نمکدانی گذاشت. یک ساعت بعد به کلی فراموش کرد که نگین را کجا گذاشته بود. زن همسایه به سر نمک آمد، نمکدان را با خود برد. بالای نگین چشم پوشی کرد، خود را خاموش گرفت. پیرمرد بسیار مایوس شد. بالای زنش بسیار غضب کرد که نگین را گم کرده است و خانم پیرمرد هم گریه می کرد که بالای من چی شده است که نگین را گم کرده ام. چند روز بعد پیرمرد به طرف کوه رفت. در آنجا با حضرت سلیمان علیه السلام روبرو شد. جریان گم شدن نگین را به حضرت سلیمان علیه السلام قصه کرد. حضرت سلیمان علیه السلام یک نگین دیگری برایش داد و برایش گفت باز احتیاط کن که این را گم نکنی. پیرمرد از حضرت سلیمان علیه السلام تشکری کرد، به سوی خانه روان شد. در مسیر راه نگین را از جیب خود کشید، بالای سنگ گذاشت و خودش چند قدم دور نشست تا نگین را خوب ببیند و لذت ببرد. در این وقت ناگهان پرنده نگین را در نولش گرفت و پرید. پیرمرد هرچی که دوید و هیاهوی کرد فایده ای نداشت. پیرمرد چند روز از خانه بیرون نشد. همسرش برایش گفت برای خوراک چیزی نداریم تا اینکه تو در خانه می نشینی. پیرمرد بسیار زیغ بود. دوباره طرف کوه رفت. هیزم را جمع آوری کرد که صدای حضرت سلیمان علیه السلام را شنید. دید که حضرت سلیمان علیه السلام ایستاده است و به حیرت به سوی او می بیند. پیرمرد باز قصه نگین را کرد که پرنده آن را ربود. حضرت سلیمان علیه السلام برایش گفت می دانم که تو برایم دروغ نمی گویی. بگیر این نگین را، از هر دو نگین قبلی هم قیمت تر است. این را گم نکنی و حتی بفروش که در حالت زندگیت تغییر آید. پیرمرد همراهش وعده کرد که به قیمت خوب می فروشد. پشتواره خود را گرفت، به سوی خانه حرکت کرد. خانه پیرمرد پهلوی دریا بود. هنگامی به لب دریا رسید، خواست که دم بگیرد و نگین را از جیب خود کشید که به آب بشوید. نگین از دستش خطا رفت، به دریا افتید. هرچی که کوشش کرد و شنا کرد چیزی به دستش نیامد. به بسیار مایوسی به خانه برگشت. از ترس سلیمان علیه السلام به کوه نمی رفت. همسرش برایش اطمینان داد صاحب نگین هر کسی است که تو را بسیار دوست دارد. اگر دوباره او را دیدی تمام قصه را برایش بگو. من مطمئن هستم برایت چیزی نمی گوید. پیرمرد به بسیار ترس طرف کوه رفت. هیزم را جمع آوری کرد، به طرف خانه روان شد که تخت حضرت سلیمان علیه السلام را دید. پشتواره را به زمین گذاشت، دویده گریخت. حضرت سلیمان علیه السلام میخواست مانع شود که فرستاده خدا جبرائیل امین بالایش صدا کرد ای سلیمان، خداوند جل جلاله می گوید تو کی هستی؟ حالت بنده مرا تغییر می دهی و مرا فراموش کرده ای. سلیمان علیه السلام به زودی سجده کرد و از اشتباه خود مغفرت خواست. خداوند جل جلاله به واسطه جبرائیل برای سلیمان علیه السلام گفت که تو حال بنده مرا تغییر داده نتوانستی.
تو ببین چطور تغییر می دهم. پیرمرد که به تیزی به سوی قریه روان بود با ماهیگیر روبرو شد. ماهیگیر برایش گفت ای پیرمرد، من امروز بسیار ماهی گرفتم، بیا چند ماهی برایت بدهم. پیرمرد ماهی ها را گرفت و برایش دعای خیر کرد و به خانه رفت. همسرش شکم ماهی ها را پاره کرد که در شکم یکی از ماهی ها نگین را یافت و به شوهرش مژده داد. شوهرش از خوشی برایش گفت تو ماهی ها را نمک بزن، من به کوه می روم هیزم بیاورم. هنگامی که زن پیرمرد نام نمک را شنید، نگین اول به یادش آمد که در نمکدان گذاشته بود. به زودی خانه همسایه رفت. وقتی که زن همسایه زن پیرمرد را دید، به عذرخواهی شروع کرد. گفت خیر است، نگینت را بگیر، از من غلطی شده باشد به شوهرم چیزی نگویی، چون شخص پاک نفس است. اگر خبر شود من را از خانه بیرون خواهد کرد. پیرمرد در جنگل به درخت بالا شد که شاخه خشک را قطع کند. چشمش به نگین قیمتی در بول پرنده خورد. نگین را گرفت و به خانه برگشت. فردا پیرمرد به بازار رفت، هر سه نگین را به قیمتی خوب فروخت. حضرت سلیمان علیه السلام تمام جریان را به چشم خود دید و یقین کرد که بنده حالت بنده را تغییر داده نمی تواند تا که خداوند جل جلاله تغییر ندهد. به خداوند یقین و باور داشته باشید، هیچگاه به انسان طمع نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.